خواستی ملک بخری، حتما از مشاوره املاک یا فروشنده سوال کن. ملک چند سال ساخته؟ یک ملک حدوداً 5 تا 7 سال ساز هم افت قیمت کرده هم فرسوده نشده. سندش چیه؟ تکبرگ یا قولنامه‌ای؟ یادت باشه سند 6 دانگ یک معامله بی دردسر و امنیه. پارکینگ و انباری داره؟ توی سند قید شده باشه. اگه قید نشده باشه ممکنه فردا مالکش نباشی. پایان کار داره؟ اگه یک ملک پایان کار نداشته باشه امکان داره سازندش خلاف کرده باشه و بدهی‌های شهرداری به گردن شما بیفته. حتما بپرس ملک دارای بدهی بانکی نباشه و مفاسد حساب دارایی و عوارض دولتیش تصفیه شده باشه. در غیر این صورت میفته گردن شما.